جزء اول ایمان لا اله الا الله گفتن است. سعید بن مسیب با روایت از پدرش می گوید هنگامی که مرگ ابو طالب فرا رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد وی رفت و ابو جهل و عبدالله بن ابی امیه بن مغیره را دید که آنجا هستند. پس فرمود کاکا جان، لا اله الا الله بگو. این کلمه است که من نزد الله برایت گواهی می دهم. ابو جهل و عبدالله بن ابی امیه گفتند ای ابو طالب، آیا دین عبدالمطلب را رها می کنی؟ ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنان این کلمه را به او عرضه می نمود و سخنش را تکرار می کرد تا اینکه آخرین سخنی که ابو طالب به زبان آورد گفت من بر دین عبدالمطلب هستم و حاضر نشد که لا اله الا الله بگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سوگند به الله تا انگامی که من نشدم برایت طلب آمرزش می نمایم. بعد از آن الله متعال این آیه را نازل فرمود شایسته پیامبر و مؤمنان نیست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، اگرچه مشرکین خویشاوند باشند، آن هم بعد از اینکه جهنمی بودنشان برای آنها محرز شده باشد. همچنین الله متعال این آیه را خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد ابو طالب نازل نمود. هر کسی را که تو دوست داشته باشی هدایت نمی کنی، ولی الله هر کسی را که بخواهد هدایتش می نماید. صحیح المسلم باب اول کتاب ایمان.